اگه فکر میکنی میتونی تمرکزت رو با زور بسازی، بذار همین الان واقعیت رو بدونی. مغزت به این جمله فقط میخنده. تمرکز انفجاری با گفتن باید تمرکز کنم ساخته نمیشه. اگه تو هم جز آدم‌هایی هستی که میشینن پای یه کار مهم اما ذهنشون هر چند ثانیه یک بار پرت میشه، بدون نه به خاطر تنبلی، نه به خاطر کم‌هوشی و نه به خاطر ADHD. مشکل اصلی اینه که داری با مغزت اشتباه حرف میزنی. تمرکز انفجاری با فشار آوردن، نصیحت کردن یا انگیزه‌های مقطعی ساخته نمیشه. تمرکز انفجاری با طراحی درست محیط و زمانبندی عصبی ساخته میشه. آخر این ویدیو یه تمرین 7 روزه‌ای خیلی ساده بهت میدم که اگر انجامش بدی تمرکزت بدون زور زدن خودش فعال میشه. فرمول تمرکز انفجاری چند مرحله داره. مرحله اول تخلیه نویز ذهن. قبل از شروع کردن هر کاری باید این مرحله رو انجام بدی. فقط 3 دقیقه وقت بذار، یک کاغذ بردار و اینها رو بنویس. الان چه چیزهایی تو ذهنمه؟ چی نگرانم کرده؟ بعد از این کار قراره چه کار کنم؟ چرا این کار جواب میده؟ چون مغز همیشه میترسه چیزی رو فراموش کنه. وقتی مینویسی مغز آروم میشه و اجازه میده که تو تمرکز کنی. مرحله دوم قانون طلایی 90 ثانیه. سخت‌ترین بخش تمرکز همیشه شروعشه. برای همین یه تایمر 90 ثانیه‌ای بذار و شروع کن. حتی اگه شروعت افتضاحه به خودت اجازه قضاوت نده. اینجا نه کیفیت مهمه نه نتیجه، فقط شروع کن. بعد از حدود 60 تا 90 ثانیه مغز کم کم وارد حالت فلو میشه، چون دوپامین شروع آزاد میشه. مرحله سوم محرک واحده. تمرکز انفجاری یعنی مغز بفهمی که الان فقط یه مأموریت داره، فقط یه فایل بازه و فقط باید یک کار رو انجام بده. وقتی میگی یکم این کار رو انجام میدم بعد به اون کارم یه نگاه میندازم، در واقع داری تمرکزت رو نابود میکنی. مغز چند وظیفگی بلد نیست، فقط بلد زودتر خسته بشه. مرحله چهارم حذف قاتل‌های نامرئی تمرکزه. خیلی‌ها فکر می‌کنن مشکل تمرکزشون فقط گوشیه، اما قاتل‌های نامرئی خطرناک‌ترن. نور خیلی زیاد یا خیلی کم، گرسنگی که حسش نمی‌کنی، تشنگی، موسیقی با کلام. بهترین شرایط تمرکز اینه که نورت ملایم باشه، یه لیوان آب کنار دستت باشه و سکوت یا موسیقی بی کلام گوش بدی. مرحله پنجم تکنیک پاداش فوریه. تمرکز بدون پاداش دوام نمیاره. قبل از شروع به خودت بگو بعد از 25 دقیقه یه کاری انجام میدم. مثلا چای میخورم، چند دقیقه راه میرم، پیام‌هامو چک میکنم، یه ویدیو کوتاه میبینم. مغز با وعده جلو میاد اما با نصیحت کنار نمیاد. حالا بریم سراغ تمرین 7 روزه که مغز رو برای تمرکز کردن شرطی میکنه. هر روز فقط این کارو بکن. 25 دقیقه وقت بذار و 1 ساعت ثابت یک کار مشخص انجام بده که یک پاداش مشخص داره. بعد 7 روز همون ساعت خاص ذهنت بدون بحث و مقاومت میره تو حالت تمرکز. این یعنی تمرکزت شرطی شده. اگه این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم سابسکرایب کنی و ما رو برای ویدیوهای بعدی حمایت کنی.